سلام، خوش اومدیم به داخل این ویدیو. ما چی داریم؟ داخل این ویدیو قرار یک روز با من باشین. من هر کار انجام میدم شما میبینید. من اونقدر خستم چون نمیشه ساعت نزدیک 10:30 بلند شدم امروز فقط به خاطر اینکه بخوام ویدیو بگیرم. بلند شدم. منت نباشه، حالا نگیم مثلا منت اون چیزا، نه اصلا با دل خودم بلند شدم. اولین کاری که صبح بلند میشم انجام میدم، اول دستورات خودم میشورم. خب اول دستورات خودم گفتم که همونجور گفتم میشورم و همین الان رفتم دستوراتمو شستم. شما دقیقا نهید اما قرار با هم دیگه هر جا که من میرم رو با هم دیگه بریم. اگه تو هم آماده این ویدیو رو ببینی، خب لیتس گو. و دومین چیزی که همونجور که بهتون گفتم، دومین چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که مثلا صبحونه بخورم. بعد من صبحونه‌مو خیلی چیزای ساده درست می‌کنم، نه مثلا چیزای تقویتی و مکمل و این چیزا نه. چیکار میکنم؟ میرم یه چای دم میکنم با یه املت، بریم با هم دیگه املت درست کنیم. بچه‌ها ولاگ املت درست کردن. خب الان فکر کنم دارید منو بهتر و واضح‌تر میبینید. اومدم اینجا سرآشپز ابوالفضل اومدم براتون املت درست کنه. خب دونی از جا برمیداریم، در یک جای خوب مستحضر میکنیم. خب مواد لازم برای یه املت خیلی خوشمزه و بال چیه؟ یه تابه مشتی، تابه املتی میزنم بهش. اولین کاری که میکنیم این، ما که به گیلانی مثلا میگیم این قابدانگویی، حالا شما که میگین کتری و قوری، ما این رو کتری و قوری میآوریم به سمت این که بذاریم جوش بیاد و روشن میکنیم که قشنگ جوش بیاد. نگفتی داخل؟ خب روشنش میکنیم که جوش بیاد. یه چای مشتی هم به همراه دستمون نسوزه. این ولی خب چای مشتی هم زیر روشن کردیم. خب حالا بریم سمت درست کردن املتمون. پازه روشن میکنیم. خانومای گل تو خونه خانومای گل تو خونه چیکار میکنیم؟ خب دوستان این الان داره همینطوری گرم میشه. خب خانومای گل تو خونه. خب اینجا ما میایم روغن رو برمیداریم، روغن اویلا. آره اویلا از همون اول بچگی همیشه ما اویلا مصرف میکردیم. ببینیم پایینتر شعله رو که میاریم پایینتر واسه اینکه بتونیم راحت‌تر غذا رو آماده کنیم. روغن داره جیرزه بریز میکنه. بدبخت شدیم. نه متاسفانه جیرزه بریز سوختم. خب قشنگ میذاریم برای خودش قل بخوره. بعد چیکار میکنیم بعد از اون؟ خب بعد از اون که اون کار انجام دادیم، گذاشت روغن ریخته میکنم قل بخوره. قل میگن؟ نه سرخ بشه. حالا بعد میام چیکار میکنیم؟ میگم رب میگیریم. رب نریزم. رب رو از این صورت یا علی به این صورت امروش آشپزی شد در قیمتون. خب بعد ما کم کم این رب ریختیم، کم کم آب میریزیم بهش، اضافه میکنیم که من اینطوری درست میکنم. میگم رقیق کنیم. خب صدا جیریزه بریز داره بارو صحبت میکنه. خب آب زیادتر. املت های اما اصلا رو میزنم. شوخی کرده. ما کجا و اصلا کجا؟ این همه مدت بچه ها یه چیز خیلی نادر بهتون بگم، زیر گاز روشن نبود. حال میکنی این همینطوری برای خودش داشت میبرسید. عشق کن برای خودت، دنیا نیست که. روشن میکنیم. عالی. میذاریم قشنگ برای خودش
غل بخوره، غل. خب میذار این بغل. قاشق هم میذار این بغل. برای خودش قشنگ پا بگیره. خب باید یه املت مشتی ابوالفضل خور میشه. آره اش میکنید برای خودت. خب حالا دوستان من اومدم تخم مرغ رو یکی رو ریختم، فیلم نگرفتم یادم رفت. بعد کاری که میکنید داخل اینجا اشکالی نداره. حالا دیگه بخیر رو بهتون یاد میدم. آنکه من چقدر آشپز خوبیم، املت بلدم میشه. خب دومین کاری که میکنید این شوله رو یک کمی زیاد کنید، قشنگ این املت سرخ بشه. عشق کنید بچه مصطفی انقدر از املت بدش میاد یه بار بریم بگیریم یه پرنگ بگیریم تو مصطفی املت بگیرم روش. نره بگیرم نظر رو فکر کردم با سال برم اونجا بریدم روش که حساب میکنم بهتر باشه. برم دوره همون لوک همون کافه میرم دوره. خیلی اصلا کافه وایبش خیلی باحاله. الهی با امید تو اما اصلی باشه. آقا اینم از املت ما. میریم میخوریم دوباره هم برمیگردیم به خاطر اینکه ادامه امروزمون. قربون شما. گفتم هم صبحونه اونم خوردیم، داریم میریم سمت خونه مصطفی چون من زنگ زده بود گفته بود که دارم کور میشم. همونجور که گفته بود بهم گفته بود بریم میخواد برد دوچرخه‌شو درست کنه احساس میکنم همینو گفته بود. تیره برق جدید اضافه شد چرا. خب خلاصه میریم سمت خونهشون. زنگ زدم دوستان رفیقام نبودن که باشیم میخوایم بریم، فقط خود مصطفی بود. مصطفی خودش زنگ زد به من. بریم سمت خونه مصطفی اینا. خب بچه‌ها ظاهرا که نشد ما بریم سمت خونه مصطفی اینا و الان صفحه من رو یعنی صفحه نه قیافه من رو از داخل تلویزیون فاندرسیون میبینید. یعنی همون میبینید. الان شما راحت من میبینید. اوکی خب دیگه نشد که بشه بریم سمت خونه مصطفی اینا. واسه همین که گفتش که نمیشه رفت سمت خونه مصطفی اینا، واسه همین ما اومدیم یه دست فیفا بزنیم اول. بعد گفت ساعت 10:30 بیا. گفت مثلا ساعت 10:30 بیا، ما ساعت 10:30 بریم سمت خونهشون دیگه. اصراری هم نداریم بگذاریم یه باش بریم بیرون. قربون تو دیگه بریم پس فیفا بزنیم. نکن چون قشنگ میذارم شما همه چی رو نگاه کنید. بعد باخت داشت هم دیدید بگو برد باشه. خب ما دست پیسپور رو میاریم روشن مینماییم. نکن روشن رو نکن تا عشق کن این داشته نگاه کن. خب آقا ما پیسپور روشن کردیم، بریم سر دست فیفا. الان حال فیفا بازیگران احساس نمی‌کنم داشته باشم. برم دست جی تی ای یه نیم ساعت یک ساعت جی تی ای بزنم و دوباره برمیگردیم ادامه ولاگ. آخ آی موشم این تک دستی واقعا نمیشه هیچ کاری کرد. من دوربین اینجا فکر کنم بذارم بکارم اینجا بکارم. خب الان من فکر کنم راحت تر ببینید. اوکیه شما فقط بازی رو نمیتونید ببینید. من بعد باید نصف بازی رو بهتون نشون بدم. همین که بعد بیاد که خیلی عالی و ایزی. میریم سمت زشته شما نگاه نکنید. ایوه آره خب الان عالی داشتون رو میبینید اینجا. داشتون رو نگاه کن. بعد بچه ها یه چیز خیلی خوب و عالی، فقط ما 400 نفره شدیم. 480 فکر کنم 480 450 میدونم 400 بالا نفره شدیم.
دمتون گرم بابت حمایتتون. باز حمایت کنید، من خیلی به حمایتتون نیاز دارم به خاطر اینکه بتونیم باز هم مثلا دیگه نمیدونم استریم درست کنیم و دیگه ویدیوهای خفن و خوب در راهه. من یه چند روزی هم نبودم به خاطر این بود که مغزم سر یه ویدیو خیلی درگیره. یه ویدیو چیز طولانیه، یعنی ویدیو فکر کنم مثلا 30 دقیقه 25 دقیقه این چیزاه، یا شاید کمتر، یادم نیست دقیقاً. درست کردم گذاشتم به خود دوربینم مونده هنوز، یعنی انتقالش ندادم. دمتون گرم، قربون شما. بریم ادامه بازی. خب الان بازیمون داره میاد. خب تا اون موقع بیاد یه نیم ساعت زمان میبره فکر کنم. خب آخر با 1000 تا بدبختی اومد، یعنی اینقدر طول میکشه. داشت اینا کن با تک دست داره هم بازی میکنه، ای بابا شانس ما الان ما باران بگیره. خب هم با تک دست دارم بازی میکنم، خب هم دارم اینجوری با این وضع هم دارم با شما صحبت میکنم. اشکال نداره، میارزه خودم میارزه. خب خلاصه کم سوار میشیم، کم بازی میکنیم. آخ آی دوستان میتونه اصلا بشه بازی کرد. آقا یعنی از این بدتر مردن، یعنی به همین راحتی. یعنی فکر کن مثلا تو با 1000 بدبختی با موتورت میری سمت چیز، سمت خون بنزین. فکر کنم یه تابلوی هست کوچیکه بغل چیز، فکر کنم شما دیده باشین داخل GTA اون طرفا رفتی، فکر کنم مثلا میری همینی گاز میری با موتور میری. آقا چون مسخره بازیه آخه فیزیک تو. سمت خونه مصطفی اینا با دوچرخه فعلا بریم. لقش هم درست اونم دیگه گفتم میخواد بریم دوچرخش درست کنه. ما هم الان داریم بریم سمت دوچرخش که سمت خودش چه سوتی میدم جی. دوچرخه رو نگاه کن، بریم با دوچرخه سلطان باشیم، با دوچرخه هم بریم سمت خونه شون. آقا یه مدتی دوچرخه سوار نشدم، یه مدت خیلی طولانی یه دوچرخه سوار نشدم، واسه کلا انگار یاد نمیشه کنم، دنده نداره که بخواه یادم بره. این مثلا کلا چطوری بهتون بگم، همه جاش انگار خیلی کثیفه. ولی یه دونه دوباره یه ویدیو درست میکنم که مثلا تمیز کرده دوچرخه و چیزا، بعدا میبینید که چقدر کثیفه، خیلی کثیفه. فقط در حد اینکه صندلیش تمیز بود بشه اضافه صندلی. بریم سمت خونه مصطفی. مصطفی هنوز نیومده بیرون، ببینم اومده یا نه. بیاد که عالی میشه. دیگه نریم تا سمت خونش. اومده. آقا سلام. سلامی دوباره. مصطفی به من ملحق شد. دست به من ملحق شد. به دوستو سلام نمیگه مصطفی. به من ملحق شد. خب آقا ما رفتیم سمت چیز تعمیرگاه. اینقدر گرمه نمیتونم صحبت کنم. از چرخه رفتیم سمت تعمیرگاه، اونجا دوباره نذاشتن که فیلم بگیریم. اومدیم سمت داریم میریم دوباره سمت خونه. از گرما داریم میمیریم. این همچنان مصطفی دوچرخش خراب. با مصطفی این بر همچنان دوچرخش خرابه. داریم میریم سمت خونه ما که بتونیم چرخه رو یه کردیم، چرخه رو بتونیم درست کنیم. یعنی یه باد بزنیم. اگه از اون اول به من میگو که مثلا باد میزنیم، باد کار داره، اینطوری نمیشه. ما اون همه راه رو اومدیم تعمیر کارمون هم به خاطر اینکه یه دونه ویدیو میخواستیم بگیریم نذاشتش که ویدیو بگیریم از اون بر. خیلی گفتش که 3-4 ساعت دیگه سرم شلوغه. تا اون موقع سرم شلوغه. بعد الان حدودا فکر کنم ساعت 11 و نیم بشه.
این 3-4 ساعت دیگه فکر کنم بودن 3-4 بعد از اون یا 2-3 1-2 این چیزا میاد. برو ما رسیدیم سمت خونه هم ازتون از خودمون فیلم میگیریم. ببین شما دیگرها ببین شما آره داریم میریم الان هنوز سمت چیز خونه. آموزن دوستان ما آماده شدیم داریم میریم سمت بیرون. حالا من نهارم خوردم یه چرت ریزی هم زدم ولی از اونجا من فیلمی نگرفتم. فقط اینکه الان دارم آماده میشم بریم سمت بیرون. دوباره رسیدیم اونجا هم یه ویدیو ریزی از اونجا میگیرم. قربون شما. خب همونجور که گفتم داریم میریم سمت بیرون. جوش بدی هم زدم اینجا. همونجور که گفتم داریم میریم سمت بیرون. الان کم کم دیگه کفش و وسایل این چیزا رو بپوشیم بریم سمت بیرون. اول بریم دنبال مصطفی چون میخوام بریم کافه. سرسه پشت داریم احساس میکنم داریم میاد. احساسم اینه که داریم میاد. ولی تو حمایت کن، سابسکرایب کن، لایک بزن، کامنت بذار. دمتون هم گرم. سابسکرایب یاد نره. رسیدیم به کافه. بذار تو وقتی رسیدیم به کافه فعلا که اینجا آقا مصطفی هم با ما ملحق شد داخل کافه. مصطفی صحبتی نداری؟ صحبتی با دوربین نداری؟ اصلا. خب ما رسیدیم به کافه. خلاصه اینکه دو چیز سفارش دادیم خوردیم. اصلا یادم رفت فیلم بگیرم از اون. اصلا یادم رفت. باورت میشه یادم رفت. همونجور که رفتیم کافه دوباره ما برگشتیم به سمت خونه و اومدیم داخل آشپزخونه غذای بزنیم برک اش کنیم. فقط یعنی تو غذای مامانپزو خب من با هیچ کافه عوض نمی کنم. کوکو سیب زمینی مامانم درست کرده که یعنی جای خالی، جای همتون خالی. قربون شما عشق من. شما من شامو بزنم دوباره ادامه ولاگ. دیگه شاممونم خوردیم دیگه. بودن ساعت فکر کنم 10 و نیم این چیزایی شده باش. همونجور که گفتم الان نگین مثلا من دارم دروغ میگم این چیزا. ساعتم بهتون خاموش شون بدم. اینا ساعت چنده؟ 10:44 دقیقه شبه. 10:44 دقیقه شبه و بهتونم نشون میدم از داخل پنجره. بعد نگه که دروغ داره میگه و چیزا. ما این چالشو به ثمر رسوندیم. یک روز به من رو به ثمر رسوندیم. قربون شما جیگرا. شما لایک کن، سابسکرایب کن. ما بریم ادامه. خواب انقدر چشم خوابم میاد. اما دوتا جا ما هم دیگه رفتیم دیگه. دوتا جا که نمیشه یه بار رفتیم کافه فقط دیگه. آره تا ولاگای دیگه با من. قربون شما خداحافظ. لایک و سابسکرایب یاد نره. همین حرف دیگه ای ندارم. سابسکرایب یاد نره. یه چیزی می‌خواستم بهتون بگم. از اینی که میگین مثلا شب نیست و پشت خونه ما دقیقاً اینا دست منه. اینا اگه فیک ویدیو اینا ها نه پشت خونه ما. تا ولاگای دیگه با من. قربون شما. بای بای.